این قضایایی که دارم چیتون تعریف میکنم هیچ ربطی به کربلای واقعیت نداره. اینا فقط مال اون زمانیه که شمر و یزید بیته بودن، اومده بودن اردو از طرف مکتب خانا توی کربلا. میگه هوا خیلی گرم بود، قوقا بود، طوفان بلا همه دانه ترکنده بود دیگه همه داشتن میسوختن. لشکریان و بیدالله درون خیمه ها نشسته بودن، از فرط گرما از باد یکدیگر هم دیگر را خنک میکردن. هنوز کولر گازی اختراع نشده بود، کارخانه های بستینج هاوس و الزی هنوز موجودیت خودشون رو اعلام نکرده بودن. هنوز کانال آبی نیامده بود، پنجه نبود، هواچش نبود، بازوزنم نبود. آی اما دیدن یه دفعه اون وسطای صدای اومد و گفت شم گفتش تو چی هستی؟ آی صدای ناشنا. گفت لحظه من وجدانتم. شم گفت این وجدان یعنی چی؟ من چه الله نداشتم. گفت تو کار نداشته باش، این دفعه بر حسب این بوهای نامطبوع من بیدار شدم. آی شم بیای مشکای آب و بجی دستت، بیا برو برای خیمه یا آب بیار بخورم. شم مشکانی گرفت دستش، سوار بر اسب پیتکو پیتکو را افتاد رفتم آب رودخانه. رسیدم رودخانه، این آذر زبانا میگن سیدن. رسیدم رودخانه بیاده شد، گفت آی از بیا اول تو بخور، بیا سنه تو تشم سر از منه. از با زبان حال گفت یعنی من آب نمیخوام، کوکا میخوام. شم گفت واقعی بیشرف من کوکا به تو از تو تنجیر بیارم. دوباره اسب دلش شکست، با زبان حال بیشتر گفت یعنی من آب نمیخوام، کوکا نمیخوام، را نمیخوام، اونم با طعم پرتقال. آقا دیدن یه دفعه شمر با چپ دستش یه دنه زد به قسمت انتهایی بدن اسب، تنان زد چیزش اسب از خود بی خود شد. سوار شدن دست خالی از پادراس در برگشتن وسطای راه هر ملل دیدن هر ملل جای آقا شم. من دیگر تشنم شده. شم گفتش خب سیگار کنم. دیدن یه دفعه هر ملل گفت من آب حبیب میخوام. آی دادا وای دادا دادا نه. شم به خودش گفتش آخه من به تو آب حبیب از گذشت بیارم. یه گفتن که فکر کرد این ایشوسان نشستم اینطوری کرد فکرش رسید باید سیگار کنه. گفت هنوز پاس خزر آب میبجیری اختراع نکرده، بذار الان یه فکر خوب کردم، از اسب استفاده میکنیم به جای آب میبجیری. میگه یه درگونی حویز بردن درش باز کردن، اما حویزان میگیریم اینو میگم برای آذری زبانهای مجلس. آی بگیرد ها کدان شخصید این حویزان میگیریم دستش گاباختان سوختالتان سخصید، یعنی از جلوی حویزان میداد از عقب تو بالا میگیریم. اما ارزگاه بایستدن دیدن آب حویز خبر نه، دیدن فقط تو بالا میاد. نگو این اسب داشته آب حفیظان جذب بدن میشد، نشی شد یه دنه اینجور بیشتر در رفت. حالا شمری هر مله دارن میخونه ما ماندیم تحنای ما ماندیم تحنای میهونه دشتگاه.
آقا دانسی بگم دلت داره میشن میدونم هر چی دلش گرفت خودش آزاد کنه یه دنه رها کنه اما فقط خارج از مجلس خلاصه زنگ زدن تاش تلفنی بیاد تاکسی گفتم گفتن پلاکای زوز فرد امروز ما نمیتونیم بیایم پلاکای ما همه زوزه امروز هم روز فرد میگیرن میخوابونن ماشینی زنگی زدن پیش موتوری بیاد گفت غلط کرده ماجی بیایم اونجا کلاه ایمنی نداره میگیرن موتور میخوابونن آقا جان خلاصت بگم به دلت همچین بشکن دیگه یه دفعه شمر از ته اعماق وجودش صدا زد های آقا دیدن یه دنه از سوار سفید داره میاد یه لباس کاملا مشی پوشیده مشی رنگ عشق مشی پوشیده یه دنه نگاه زده رو صورت یه لباس بلندم اینن عبا اینجوری تن کرده فتیکو یه دنه شمشیرم دستشه اومد رسید نزدیک اینا شمر گفت های آقا تو چی هستی؟ گفت لعد من زورو همه بشید زورو خلاصه شمر اینطوری پرید سوار اسب زورو شد رفتن دم خیمه های یزید از لای خیمه نگاه کردید پسته های یزید دارن اونجا آتار باز میکنن در همین بینا بود یکی از لشکریان اومد گفت دمت گرم شمر مشکان بده بریم آب بکنیم شمر گفتش که هنوز من آب نیاوردم بهتون اما رفت پشت خیمه نمیدونم چی خالی کرد تو اون مشکا اون تحویل این لشکریان داد خلاصه دیدیم بچه های یزید دارن آتار باز میکنن گفت یزید توی چه آتار داری؟ محوره داری؟ اون ویدیو دیدی نقش دادش یا خریدی؟ اون ویدیو قدمی نیستی بده به من یه دنه فیلم زفلی گرفتیم با خانمم نگاه کنیم امشب اما یزید گفت غلط کرده اون دفعه دردم برده هدش خراب کرده حالا همه بگید هدشو خلاصه آقا جان از شمر گفتم دلت شیشه است از یزید گفتم دلت سوخت از هر ملک گفتم تیجر سوخت یسی بجم اون اعماق ته بیها خالتون ما ته بسوزه امشب هی ارشام نمیده